السلام علیکم شنوندگان رادیو مهر. آرزو دارم تا همه شما عزیزان غرق در خوشی و آرامش باشید. من سیده عبدالله زاده با برنامه حکایاتی از گلستان در خدمت شما هستم. در این قسمت حکایتی از باب اول کتاب گلستان شیخ سعدی را با هم مرور میکنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. این حکایت درباره میانجیگری‌های سازنده و مشکل کشا است که بسیار شیرین و روان است. با ما همراه باشید تا بشنویم این حکایتی زیبا را. چند از روندگان در صحبتی من بودند. ظاهر ایشان به صلاح آراسته و یکی را از بزرگان در حق این طایفه حسن ظنی بلیغ بود. ادراری معین کرد تا یکی از اینان حرکتی کرد نه مناسب حال درویشان. ظن آن شخص فاسد شد و بازار اینان کاسد. خواستم تا به طریق کفافیاران مستخلص کنم. دربانم رها نکرد و جفا کرد. معذورش داشتم که لطیفان گفتند در میر و وزیر و سلطان را بی وسیلت مگرد پیرامن. سگ و دربان چو یافتن غریب این گریبانش گیرد آن دامن. چندان که مقربان حضرت آن بزرگ بر حال من وقوف یافتند و به اکرام در آوردند و برتر مقامی معین کردند. اما به تواضع فروتر نشستم و گفتم بگذار که بنده کمینم تا در صف بندگان نشینم. گفت الله الله، چه جای این سخن است؟ گر بر سر و چشم ما نشینی بارت بکشم که نازنینی. فی الجمله بنشستم و از هر دری سخن پیوستم تا حدیث ذلت یاران در میان آمد و گفتم چه جرم دید خداوند سابق الانعام که بنده در نظر خویش خوار می دارد. خدای راست مسلم بزرگواری و حکم که جرم بیند و نام برقرار می دارد. حاکم این سخن را عظیم بپسندید و اسباب معاش یاران فرمود تا بر قاعده ماضی مهیا دارند و معاونت ایام تعطیل وفا کنند. شکر نعمت بگفتم و زمین خدمت ببوسیدم و عذر جسارت بخواستم و در وقت برون آمدن گفتم چو کعبه قبله حاجت شد از دیاری بعید، روند خلق به دیدارش از بسی فرسنگ. تو را تحمل امثال ما بباید کرد که هیچ کس نزند بر درختی بی بر سنگ.
خیلی از آدم‌ها هستند که همیشه دوست می‌دارند در انجام کارهای خیر پیش قدم باشند و برای خوبی کردن و نفع رساندن به دیگران منتظر فرصت هستند. امیدوارم شماره آنها کم نشود که روز به روز در شهر و کشورمان زیاد شود. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدار. برای دریافت پادکست هایی بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org